خب به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز. با یک دوره جامع و کامل در رابطه با فریمورک محبوب Nest.js در خدمت شما عزیزان هستم. لازم میدونم که در ابتدای شروع این دوره یه سری نکات رو خدمتتون عرض بکنم که در ادامه کار بتونیم پیشرفت خوبی داشته باشیم. نکته اول اینه که دوستان عزیز صبور باشید. این دوره یک دوره طولانی هستش و فکر میکنم نمیدونم دقیق، ولی فکر میکنم در حدود 100 ساعت ما قرار راجع به Nest.js صحبت بکنیم. پس از همین اول بگم که یه مقدار صبور باشید، چون ما قرار خیلی دقیق ریز به ریز تمام نکاتی که در نصف وجود داره رو بررسی بکنیم و این قطعا زمان بر هستش. نکته دوم این که ما برای ورود به این دوره نیاز به یک سری پیش نیازها داریم که من این پیش نیازها رو آماده کردم خدمتتون توضیح بدم. پیش نیاز اولی که هستش اینه که شما با زبان برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت کامل آشنا باشید و تمام قسمت‌های مهم این زبان برنامه‌نویسی رو بلد باشید، باش کار کردن باش راحت باشید. بعد از اون مورد بعدی که نیاز هستش Node.js هستش که یک ران تایم برای جاوا اسکریپت حساب میشه و این Node.js هم باید تا حد قبولی باش کار کرده باشید قبلا و چندین پروژه و اپلیکیشن پیاده که در کل راحت باشید دیگه با کار کردن با Node.js. مورد سوم فریمورک محبوب اکسپرس هستش که اینم جزء پیش نیازهای ما حساب میشه و مورد آخر زبان برنامه‌نویسی تایپ اسکریپت که به قولی حالا کامل شده جاوا اسکریپت هستش. عرض به حضورتون که دوستان عزیز خیلی شفاف و ساده و راحت میگم، اگر احساس میکنید در یکی از اینها مشکلی دارید این دوره به درد شما نمیخوره. دوستان عزیز دوره ما یک دوره ادوانس هست و ما نمیتونیم به قدری اینقدر مطالبمون زیاده که ما فرصت این رو نداریم که بخوایم برگردیم و راجع به پیش نیازهامون صحبت بکنیم. ما توی این دوره فقط قصد داریم که مطالب پیشرفته‌ای رو خدمتتون عرض بکنیم که به دردتون میخوره. پس من زیاد دیگه راجع به این پیش نیازها صحبت نمی کنم. برید اینا رو یاد بگیرید بعد وارد این دوره بشید. حالا من این صفحه ها رو میبندم، میخوایم بریم ببینیم که نصف چیه و راجع به چی میخوایم مثلا ما صحبت کنیم، بحث کنیم. من داکیومنت نصف رو میارم دوستان عزیز. یه لحظه من داکیومنت رو بیارم. Nest.js داکیومنتیشن میزنیم. این داکیومنتیشن که مخصوص خود نس هستش. در ابتدای عرایزم خدمتون گفتم که این دوره کامل و جامع هستش. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه ما میخوایم عین سرفصل هایی که در خود داکیومنت Nest.js هستش مطالبمون رو پیش ببریم و من میخوام توی این آموزش به شما تکنیک داکیومنت خوندنم یاد بدم و هدفم این بوده که از این جمع کردن این دوره به خاطر این بوده که احساس میکنم بعضی از دوستان خب بالاخره با زبان انگلیسی خیلی آشنایی ندارم و یه مقدار داکیومنت خوندن براشون سخت میشه، ولی خب من نظر شخصی اینه که داکیومنت هر فریمورک یا زبان برنامه نویسی کاملترین منبع و مرجع برای اون حساب میشه. من یه توضیح خدمتتون بدم راجع به این داکیومنت. این داکیومنت از چند تا بخش تشکیل شده که قسمت چپ و قسمت راست میبینید. Introduction, Overview و حالا تمام این سرفصلایی که گفته یه سرفصل کلی هستش که موقعی که من روی Introduction کلیک میکنم نگاه کنید این قسمت ها برای من میاد تا پایین. این قسمت سمت راست اگه دقت کرده باشید میتونه این بندها و پاراگراف هایی که ما هستیم رو بهمون نشون بده که ما الان تو کدوم قسمت. مثلا اینتروداکشن اینجا هم هستش، یا مثلا اگه راجع به فلسفه نصف بخوایم بخونیم مثلا این قسمت رو انتخاب کنیم نکنید دقیقا میاد سر این قسمت. اینستالیشن بزنیم و توی همه این قسمت هایی که هستش مثلا در قسمت اوورویو فرض کنیم مثلا قسمت کنترله، اینا رو همه رو توضیح میدیم یعنی تمام این ماژول هایی که این بغل میبینید جزء سرفصل های ما هستش. برای همین من به شما سرفصل
نمیدم. شما اگه نیاز به سرفصل دارید میتونید همین داکیومنت نس رو وارد بشید و این قسمت چپ تمامش مواردی که ما میخوایم آموزش بدیم و به صورت سرفصل و تیتروار گذاشته. یه نکته دیگه خدمتتون عرض بکنم که اول اینو بگم خدمتتون، نگاه کنید این اوورویو روی قسمت کنترلر، قسمت سمت راست رو ببین. من مثلا میذارم روتینگ، این میاد منو میذاره سر روتینگ، ریدایرکشن میاد میذاره، یعنی توی همین قسمت کنترلر این قسمت رو ببینید جا به جا میشه. این طریقه خوندن داکیومنت نست هستش که حالا برای دوستانی که علاقه‌مند هستن برای اینکه داکیومنت خوندنم آشنایی پیدا بکنن و زمانتون رو تلف نمی کنم. امیدوارم که یک جلسه معارفه خوبی بوده باشه. آماده میشیم بریم برای جلسه بعد. من یه نکته رو فقط قبل از پایان جلسه اول خدمتتون عرض کنم. توی مثلا قسمت اوورویو من همه اینا رو توضیح میدم ولی ممکن ترتیباشون عوض بشه، به خاطر اینکه خب منطقیه مثلا من اگه بخوام ماژول رو مثلا کنترلر رو بخوام درس بدم و بعد که ماژولی وجود داشته باشه، یا مثلا سرویس و پرووایدر رو بخوام درس بدم باید کنترلری وجود داشته باشه که مفهومو بهتر بسازه. ضمن اینکه یه نکته پایانی هم خدمتتون عرض بکنم، من ممکنه بعضی جاها یعنی اکثر جاها من کدها رو از قبل آماده گذاشتم براتون و عین مثال هایی که وارد داخل خود این داکیومنت هست و من ازش استفاده میکنم به دو دلیل. یکی اینکه اولا موقعی که من صحبت میکنم ممکنه مثلا فراموش بکنم یه مطلبی از قلم بیفته و نکته دوم این که احساس میکنم مثالهای خودش خیلی جامع و کامل هستش و کار ما رو راحت تر میکنه. ممنون از وقتی که گذاشتید. بدون معطلی میریم برای قسمت اول این برنامه که یعنی معارفه نست و مزیت‌های اون و طریقه اینستال کردن و استفاده از اون.